به نام خدا. سلام. دلیل این که دارید این ویدئو رو تماشا میکنید اینه که شما انتخاب شدید که بتونید انتخاب کنید جزء نفرات موفق و برتر دنیا باشید. اگه انتخاب میکنید که جزء نفرات موفق و برتر دنیا باشید، با من همراه بشید تا مراحل رسیدن به اهداف و خواسته ها رو به شما آموزش بدم. اولین گام اینه که یک قلم و کاغذ بردارید و یک گوشه‌ای با خودتون خلوت کنید. شما میتونید حتی از تکنیک های مراقبه و مدیتیشن اگه بلدید استفاده کنید، و اگه مدیتیشن و مراقبه بلد نیستید میتونید فقط با نوشتن روی کاغذ این کار رو انجام بدید. سعی کنید ذهنتون رو آزاد بگذارید و ببریدش تو 2 سال، 5 سال، 10 سال، 20 سال یا 30 سال آینده و خودتون رو تو اون تایمی که برای خودتون مشخص کردید تجسم کنید. خودتون رو از نظر مالی، از نظر درآمد، از نظر شغل و کسب و کار، از نظر سلامت، تناسب اندام، از نظر روابط و از هر جهت که براتون اهمیت داره تصور کنید. ببینید تو اون تایمی که برای خودتون مشخص کردید میخواید چه ایدئال هایی رو تو زندگیتون داشته باشید و زندگیتون چطوری باشه. اگه با مراقبه این کار رو انجام دادید، بعدش فوراً اینها رو روی کاغذ بنویسید که فراموش نکنید. ممکنه این مرحله چند روز زمان نیاز داشته باشه. سعی کنید به خودتون زمان لازم رو بدید. اگه نیاز بود چند بار این کار رو تکرار کنید. اگه در طول روز و در حین انجام کارهای روزمره چیزی به نظرتون رسید، حتما یادداشتش کنید که فراموش نکنید. سعی کنید با جزئیات بیشتری بنویسید. سعی کنید جزئیات رو بذارید کاملا روشن و مشخص بشه و با من همراه باشید تا در آینده گام‌های بعدی رو به شما آموزش بدم. شاد و پیروز و موفق باشید.